شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. با مقابل رخشانه حکیموف و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکر جان حکیموف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. پرونده را دادستانی کل تاجیکستان بر اساس ماده 305 کودکس جنایی یعنی خیانت به دولت هنوز ماه ایول زمان بازداشت چهره‌های معروف در دایره قضیه تلاش تبادلات و غصب قدرت باز کرده است. رادیو آزادی تازه تصدیق این خبر را به وسیله یک منبع نزدیکش در دادگاه به دست آورد و با دلیل‌های امنیتی اسم این منبع نشر نمی شود. همکارم خیرامان بقازاده حالا با جزئیات این موضوع که کارمندان رادیو آزادی تحقیق کردن در استودیو درباره من است. درود بر شما. آیا دادستانی رخشانه حکیموف را به چی متهم میکند؟ تشکر شهلا. با گفته منبع رادیوی آزادی دادستانی کلی تاجیکستان حکیموف را با اون متهم میداند که گویا در مورد نفوذ چین در جمهوری یک پرسشی به گفته تفتیشات پنهانی گذرانیده است. در دایره این پرسش بعضی چهره‌های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمانزاده و شاکر جان حکیموف نیز به سوالها پاسخ دادند. گویا حکیموف این پرسش را برای کدام سازمان خارجی میخواسته است انجام دهد. این چه سازمان است یا پرسش کدام سوالها را فرا میگرفت معلوم نیست. از حال خود رخشانه حکیموف چه خبری هست؟ با گفته منبع رادیوی آزادی این خبرنگار در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل داشتن کودک شیرخوار 5 ماهش به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. اما همه اسناد حکیموف از جمله شناسنامه و گذرنامه یا شناسنامه خارجیش مصادره شده است. باید گفت که رخشانه حکیموف از آغاز دادگاهی این قضیه همه روزه در جلسه های دادگاهی در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اشتراک می کند و روز 22 نوامبر هم در برابر امکش شاکر جان حکیموف عیبنامه او نیز شنیده شد، ولی خود خبرنگار و وکیل دفاعش از شرح پرونده خودداری می کنند. رخشانه حکیموف 31 سال دارد. بعد ختم رشته ژورنالیستیکا در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و دیگر سازمان‌های روزنامه‌نگاری کار کرده است. او عائله‌دار و صاحب 2 فرزند میباشد. تشکر. خیرامان بقازاده بود که صحبت میکرد. باید گفت این اولین بار است که در دایره پرونده تلاش تبادلات نام یک زن هم رسانه‌ای می شود. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به دولت و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمان بردانسته می‌شوند 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشت شده‌ها و نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد. شما تفصیلات را می‌توانید در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.